میشه پخش کرد برای تنوع. برنامه‌های خوب میان برنامه‌ها. باید عروسی هامون توش یه ابتکار عملی به خرج بدیم. ولی این که خواهش میکنم باید دست تو جیبمون بکنیم. دست تو جیب خودمون بکنیم ما. یعنی بعضی موقع عادت کردیم خوب دست تو جیب دیگران میکنیم. میخوام پول خیر از تو جیب دیگران. خب تو دست تو جیب خودم بکن. باید دامادای امت اسلامی مستجاب الدعا باشن. اگر کسی که خدا گفته من ازش حمایت میکنم مستجاب الدعا نباشه، پس اون دامادی که سکران مسته. یه خاطره تلخم بگم. یک بار من تو عروسی فریب خوردم. تو 4-5 هزار تا مراسم تو این 18 سال 19 سال یک بار من فریب خوردم. البته منو گول نزدن، خودشون فریب خوردن. ما با نیت پاک رفتیم اونجا. گفتن که عروسی اسلامی، خواهش بچه ها رو بسیج کردیم، خارج از نوبت رفتیم. ساعت 11 به ما گفتن بس، سخنرانی هم کردیم، گفتن بس خیلی ممنون دیگه، باید داماد ببریم جای دیگه و عروس جای دیگه است و خیلی ممنون. شب دوستان زنگ زدن که شیخ شما فلان جا نبودی؟ گفتم بله. گفت برو چه داره میکوبه. خیلی متاثر شدم براش. بعد گفته خوب مله ها رو کنف کردیم ما. دیدی؟ بعضی موقع تو جزیره من میشنوم که شب پنجشنبه میگن که مولود، چه شب پنجشنبه عود، شب جمعه مولود. میخواد اون شب رو پاک بکنه. یعنی یه شب میخواد که این کار نکنید. اگر همون یه کار بکنید حتی عود بزنید خیلی بهتره که مسخره از. گفتم خدای عاقبتش بخیر بکن، خیلی خطرناکه. خوب مله ها کنف مکردو. خنده نکنید خواهرم. خیلی صحنه تکان دهنده بود. صبح خبر دادن که شب داماد مست بوده. تو همون مراسم استفراغ، اونقدر استفراغ کرده که خونش آمده، خون از دلش آمده. تا 4-5 روز دیگه داماد تو بیمارستان بود که حالش سر جان نمی آمد، رو فرم نمی آمد. بعد از یه هفته منو تو کوچه دید، یه جایی ملاقات کرد صدفتاً. من هیچی نگفتم، رد شدم. سرش انداخت پایین. خیلی صحنه دلخراشی بود. عاقبت به خیرم نشد. جرأت اعلام جنگ با صراحت با خدا به خودمون ندیم. گناه میخوای بکنی التماس بکن. ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا. 3 نفر گناه میکنن، یکی از روی تکبر، یکی از روی جهل، یکی از روی ضعف اراده. اگر میخوای گناه بکنی از روی اون دوتا باشه. از روی تکبر اعلام جنگ با خدا نکن که نمیتونی توبه بکنی. خطرناکه، عاقبت به خیری نداره. از حوصله همه شما تشکر دارم. از این داماد عزیزمون هم تشکر میکنید که حقیقتاً به همه ما و مردم همشهری‌هاش احترام قائل شد. واقعاً همشهری‌هاشو دوست داشت. یک مراسمی برگزار کرد که همه به هم رسیدن. محبت، صفا، صمیمیت. تو عروسیش ایمان جوان‌ها افزایش پیدا کرد. همه الفت و محبت. مجلس تواضع، مجلس ایمانی و ارزشی و ربانی و خدایی. واقعاً باید ازش تشکر بکنید. خیلی ممنون، به ما احترام قائل شدید. تو عروسی، تو آخر زمان، تو عروسیت امیدوارم که این دستاورد رو همیشه برای خودت و همسرت و خانوادت تا آخر عمر حفظ بکنید.
یه خاطره دیگه هم از یک روستای دیگه، اینم شنیدنیه. یکی از خواننده های مشهوری که تو منطقه لارستان میگن قوال، حدوداً 150-200 تا جوان همراهش بوده، همیشه از اون طرفداراش جوانی بوده. این نمیدونم تو یکی از عروسی آمده بود، بعد از مدتی تماس گرفتن یکی از دوستان که فلان سازن تصمیم گرفته عروسیش اسلامی بکنه، گفته فقط یه نوبتی برای من بگیرید. ما رفتیم عروسیش، تو حیاط خونه فرش کرده بودن، تو کوچه هم فرش کرده بودن، 2 تا در گاراژ بزرگم باز کرده بودن. کلا خودش آمد پشت میکروفون. کسی که ساز میزنه تو عروسی ها رو به گفته خودش آباد میکرده، 150-200 تا جوان هم همراهش. آمد پشت میکروفون از خدا تشکر کرد و از مردم تشکر کرد و شکر خدا را به جا آورد. کسی که برای عروسی مردم ساز میزنه نصیبش شد. بعد منو معرفی کرد برای سخنرانی، رفتم سخنرانی. آخر جلسه دعا، یک دفعه تو دعا خدایا باران رحمتت را بر این جمع بباران. یه دفعه احساس کردیم که دستمون داره مرطوب میشه. فکر کردم حالا چیه؟ کسی نگاه آسمان نمیکرد. هنوز دستا پایین نیامده بود که باران دیگه شروع شد. یک ساز زن. اون دعای من مستجاب نشد، اون دعای اون بود. و این خاطره من هیچ موقع فراموش نمی کنم. اگر عروسیش مشروب باران میشد واقعا خاطراته. ما هم برای این عزیزمون و همسر محترم ایشون از خداوند در تمامی شؤونات زندگیش مزید توفیق میطلبیم و امیدواریم که هر سرمایه‌ای که از ازدواج تولید میشود و از رضای خدا تولید میشود و از در پناه دادن خودش در پناه و حفظ خدا تولید میشود، برای این 2 زوج جوان و به برکت این 2 زوج جوان و برنامه خوبشون، برای این جمع عزیز و عظیم و دوست داشتنی که به خاطر خدا جمع شدن، مزید توفیق در تمامی شؤونات زندگی همه ایجاد بشود. سرمایه های ازدواج و ایمان و تقوا در طول زندگی برای همه ملموس و مشاهد بشود و خداوند در این جلسه مبارک طوری معرفت و شناخت و حلاوت ایمان و تقوا و عمل صالح و کار خوب را در دلهای شما و فکر شما به بار بنشاند و در دلهای شما حلاوتش را به شما بچشاند و برکتش را به شما نشان بدهد که در طول زندگی به این مراسم ها افتخار بکنید و این دستاوردها را حفظ بکنید با تشکر از خداوند و در صدد این باشیم که انشاءالله خیرین آستین بالا بزنن، بازاری ها بیان دست و دست علما بگذارن. ما حاضریم سال 50-100 تا داماد بکنیم، هزینه‌شو خودمون پرداخت میکنیم، اسم ما هم نبرید. برای تعلیم و تربیت، برای آبادی و عمرانی، برای کارهای فرهنگی، علما، فرهنگی ها، مدارس دولتیتون برید ناکنید چه مشکلی داره؟ دولت عیالواره، 20 میلیون دانش آموز داره، چقدر باید هزینه بکنه؟ برای بچه‌هات خودتونه، برید از مدیرانتون بپرسید چه کم دارید. تو مدارس دینیتون برید، با علماتون ارتباط داشته باشید. مشکل چیه؟ اگه کمک مادی تو، اگه کمک حمایتیه، اگه نیروی انسانی میخوای، اگه تخصصات دانشجویی میخوای، ما همه حاضریم که خدمت بکنیم. دست به دست هم دیگه. یه تبریک دیگه هم، 2 تا تبریک دیگه هم بگم. یه مسابقه علمی برگزار شده بین 23 مدرسه ابتدایی. آزمون علمی. بین 23 مدرسه از همه مدیران
خوب این مدارس، نه تنها فقط اینجا، کل این روستاهای اطراف حتی، چون 23 تا مدرسه ابتدایی که داخل درگاه نیست، ولی بنیانگذارش جوانای خوب درگاهان بودن، حمایت کردن با هماهنگی‌هایی که داشتن. چقدر افتخاره برای آقا مصورش که انجمن اولیا و مربیان به کمک آموزش پرورش شتافتن. طرحی که دولت داده جواب داده. وقتی دولت به مردم احترام قائل باشه، مردم هم به دولت احترام قائلن. وقتی دولت رو خدمتگزار ببینن، صادق ببینن، مسئولین رو صادق ببینن، اونا میان برای بچه هاشون به کمک دولت. مگر خیرین ما مدرسه درست نکردن؟ درمانگاه درست نمیکنن؟ اینا همش برای عمران و آبادی این مملکته. هر جا مسجد آبادی باشه، هر جا مدرسه آبادی باشه، با تجهیزات کامل. برید تو مدارس، برای بچه‌های خودتون داره تجهیز میکنید. هرچی تجهیزات کامل تر باشه، وسایل آزمایشگاه، کتابخونه، اینا خصوصا کتاب تخصصی تو مقطع دبیرستان، پیش دانشگاهی، برید کتابخونه مدارس رو غنی بکنید. الان نمایشگاه نزدیکه 5 میلیون تومان برای این دبیرستانتون، 6 میلیون تومان کتاب‌های تخصصی که لازم دارن. کتاب گرونه، شاید دانش آموز بخواد تو خونه داشته باشه ولی نمیتونه. و بین 16 مدرسه راهنمایی، مدرسه راهنمایی دخترانه، حتی این آزمونو من از همه مدیران و همه عزیزان و انجمن‌هایی که و خیرینی که حمایت کردن واقعا بهشون تبریک میگم. این یه مسابقه. از اون طرف یه مسابقات دیگه، تیم استقلال و ستاره درگاهان، یکیش تو لیگ دسته یک استان اول شده، دومیش هم در شهرستان اول شده. اینم خیلی خوبه. ما خودمون هم تیم داریم، باشگاه داریم، باشگاه فرهنگی ورزشی اروند. امسال در استان اول شد، رفت به لیگ دسته 3 کشور رفت و تو جام حذفی هم تو شهر بندرعباس اول شد. هم رفت تو استان و هم تعداد جوان آمدن، هزینه کردن، حمایت کردن، خرج کردن، جواب داد. التماس دعای خیرم از همتون دارم. برای منم دعای خیر بکنید، برای خانواده‌ام، اولادم، و انشالله خدا هدایتشون بکنه و در خدمت شما و فرزندان شما باشن. و دعا بکنید که همه با هم خاتمه به خیر بشیم و خداوند ما و شما رو به عنوان سربازان مخلص جان برکف بدون مرخصی دین و بندگانش انتخاب بکنه و این افتخاری است، واقعا تاجی است. اگر خداوند ما و شما رو، خواهر و برادر، فقیر و تاجر، همه و همه رو انتخاب بکنه. بچه‌های عزیزم رضای خدا رو با درس خوندن بالاخره به دست بیارن و موفق بشن. یه خاطره دیگه هم بگم، حالا بخندید بد نیست. یک سفری داشتم عروسی به طرف منطقه بیابان، اون طرف سیریک، اون طرف یه پیرمردی چشمش هم خیلی خوب نمیدید مسکین. این آمد کنار ماشین، دست ما رو گرفت، خیلی ما رو تو بغل گرفت و پرسید گرمی. گفتم پدر منو میشناسید؟ یاد آمد حالا یه خاطره. گفت بله تو رو نمیشناسم. گفتم من کیم؟ گفت شیخ گردل. گفتم شیخ گردل؟ گفت بله تو شما شیخ گردل هستید. گفتم گردل تو پردل، مشکلی نیست، ما تو قبوله. خوب حواسش جمع بود، بالاخره تشخیص داد که من شیخ گردلم. بالاخره اینا واقعا پیرمرد باحالی بود مسکین. موفق باشید. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعدها تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، يا مدبر الليل والنهار، يا محول الحول والأحوال، حول حالنا جميعا وحال إخواننا وأخواتنا من المسلمين والمسلمات إلى أحسن الحال، إلى أحسن الحال. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس وما قرب إليها من قول وعمل، وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك
صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا عزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حق و معید و سربلند باشید در طول زندگی.